آیا وقتی که در شهر قدم میزنید متوجه عظیم پلازا و کره زمین در شهر کابل شده اید؟ آنها در شهرآرای کابل موقعیت دارند. شهرآرای کابل یکی از قدیمی ترین محلات شهر کابل است که در حدود 500 سال عمر دارد. این سابقه تاریخی عمر زیادی است که شهرآرا را همراهی می کند. در حقیقت کابل قدیم را بوستان گلها و لاله ها باید نام برد. شهر کابل با زیبایی باغهای همگام بوده بنا هر شاه و سلطان هوس کابل می نمود. دو 2500 سال و یا بیشتر مرکز سلاطین بوده که سرنوشت مردم و کشور ما را از این شهر رقم می‌زنند. شاید در تاریخ جهان هیچ شهر و پایتخت را سراغ نخواهید داشت که با چنین عمر پربار مرکز کشور و مملکت بوده باشد. شهرآرا را دو باغی بود که در زمان اولاده بابر اعمار گردید و شهرآرای قدیم در حقیقت از کنار پلارتل آغاز می گردید و تا برکی شهر کابل ادامه داشت. فضای آرام و مردم صمیمی قلعه بلند شهرآرا که نظامیان در آن سنگر داشتند و تا 20 یا 30 سال قبل وجود نارسایی های قدرتمندان در آن نفس میکشید، اما یک باره آفتاب بختش و فرو نشست. اگر از کنار برج شهرآرا به طرف شمال برویم به داخل بازار شهرآرا و رنگریزها می رسیم. از آنجا به تنورسازی و بالاخره قبل از آن که به طرف باغ شهرآرا سراشیبی کوتاهی را بگذریم به طرف راست پیش رفته به محل جراب بافان می رسیم. از این محل مجدداً به طرف دست راست سرک کمرز به طرف تپه شهرآرا وجود دارد که ما را به قله بلند راهنمایی می کند که در مقابل خیش می بینیم. قلعه با عظمت که دیوارها با برج و باره استحکامات آن نشان دهنده نظامی بودن آن را دارد. در اینجا قرار دارد. با وجودی که شهرآرا و باغ آن از زمان بابر و اولاده او تا حال وجود دارد، احتمال این قلعه از ساخته های امیر عبدالرحمن است. آنچه که امروز باقی مانده است رواق و سر دروازه این قلعه است که نمایندگی از ساختمان های قرن 19 میلادی دارد.